8 وقت بخیر. مستحضر باشید بولوار کشاورز حد فاصله خیابان فلسطین شمالی و خیابون نادری جمعیت متراکمه و شعارهای مرگ بر دیکتاتور از این دست مرگ بر روسیه میدن. تشکر. اون جمعیت رو میتونی اعلام بفرمایید؟ من نمیشه حالا از متراکم هستم و سبز پوش. بله تشکر، خسته نباشید. مستحضر باشید طبق خبر رسیده تعداد 4-5 هزار نفر موج سبز از طرفداران موج سبز در حال حرکت هستند. بساعت میسم 9 وقت بخیر. نظر باشید دواتای خیابون انقلاب مصفح تعدادی از این موج سبزها که در حال پراکنده بودن الان دارن مجدد ساماندهی میشن به طرف خیابون انقلاب حرکت میکنن. وقت بخیر. مستقیمی تو بولوار کشاورز طرف جمعیت حدود 2000 نفر طرف خیابان شهدای‌آزاد دارن حرکت هم دست میزن میگم مستقیم ستاد سفیر وقت بخیر. بخیر. جمعیت سبزپوش زل شمالی خیابان بولوار کشاورز متراکم‌تر شده و تا خیابان فلسطین هم کشیده شده. بله تشکر. ستاد سفیر 8 ستاد از سفیر 8 وقت بخیر. خسته نباشید ستاد. شعارهایی که همین الان شروع کردن دادن یکیش اینه که بسیجی واقعی همت و باکری، یکی مرگ بر شاه و یکی دیگه استعفا. جمعیت بسیار زیادیه سمت شمالی خیابون رو کلا گرفتن. ساختمان‌های روبرو هم همه پر از جمعیته. خیاجوری بولوار کشاورز طرفدار موج سبز 5000 نفری هستن و شعارهاشون مرگ بر دیکتاتور مرگ بر ملت سبز ایران دیکتاتوری نمیخواد. ملت سبز ایران دیکتاتوری نمیخواد. گیرندگان سفیر، عارف و میثم توجه داشته باشین. گیرندگان سفیر، عارف و میثم توجه داشته باشین. امریه محمد زحمت بکشین. تعداد جمعیت اعلام نکنین، فقط به صورت کم یا زیاد اعلام کنین. عارف مفهوم بود.